برای شما یک چند حدیث های را روایت میکنم و این هم باشد از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در مسند امام ابو حنیفه آمده است: عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال: حدثني إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ومن قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که به من اکریمه حدیث گفت. اکریمه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرد. و عبدالله ابن عباس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سید شهدا حمزه پسر عبدالمطلب است، یعنی سرور شهدا و مردی که در روبروی سلطان ظالم از جا خیست است و او را امر کرده است و نهی کرده است، یعنی به کار خیر امر کرده است، از کار بد منع کرده است. فقتله، در نتیجه سلطان ظالم او را به قتل رسانید. این بنده سید شهدا هست. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که سید شهدا حمزه ابن عبدالمطلب سپس آن آدمی که در روبروی سلطان ظالم سخن حق را گفته است نگفتند، بلکه گفتند که سید شهدا حمزه ابن عبدالمطلب و آن آدمی که حقیقت را در برابر سلطان ظالم گفته است و کشته شده است. یعنی عطف کردن، یعنی این هم سید شهدا هست، سرور شهدا هست. این روایت امام ابو حنیفه هست که در مسند امام ابو حنیفه روایت شده است و عیناً با همین لفظ امام ابو عبدالله حاکم در کتاب مستدرکش از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما این حدیث را روایت کرد. سپس گفت که صحیح الاسناد ولم یخرجه، این حدیث صحیح است ولی امام بخاری و مسلم رحمت الله علیهما روایت نکردند. یا روایت دیگر هست به لفظ دیگر آمده است در سنن نسائی با سند صحیح. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که قدم خود را بر اوزنگو میگذاشتند و یک سفری رفته ایستاده بودند، کسی پرسید: یا رسول الله ای الجهاد افضل، کدام نوع جهاد بهتر است؟ گفتند که کلمت حق عند سلطان جائر، سخن حق در نزد پادشاه ظالم است. گفتند این حدیث را امام البانی هم صحیح گفتند. ابن بطال رحمت الله علیه در شرح صحیح بخاری سخنهای علما را آیدی چگونه به سلطان ظالم منکر او را رد کردن، چگونه رد کنیم، اقوال علما را نقل کردن. از جمله گفتن که الواجب على من رأى منکرا من ذی سلطان ان ينکره علانیه و کیف امکنه. واجب این است که کسی که اگر در سلطان منکر را میبیند، مانند منع حجاب که بی نهایت منکر عظیم است، اگر این را بیند به کدام راهی که میتواند این انکار کند. گفتن بعد از آن گفتن که روی ذلك عن عمر بن الخطاب و ابی بن کعب، این فتوا از عمر بن خطاب و از ابی بن کعب رضی الله عنهما و ارضاهما روایت شده است.